ما در آخر الزمان قرار داریم. ایمانم در آخر الزمان اگر ایمان ضعیفی هم باشه مثل ایمان من، بازم به درد میخوره. چون در آخر الزمان ایمان کمیاب میشود، مال زیاد میشود، ظلم زیاد میشود، زرق و برق دنیا زیاد میشود، خوبی کم میشود، محبت کم میشود، گذشت کم میشود. حاضر نیستیم همدیگر رو ببخشیم با یک اشتباه کوچک، ولی حاضر هستیم آبروی همدیگر رو ببریم با یک اشتباه کوچک. ولی از خدا انتظار داریم که با اشتباه بزرگ بازم ما رو بپوشاند. خودمون حاضر نیستیم یک اشتباه کوچک رو از برادرمون بپوشاند.